خواستم ترشی درست کنن از باغ از اینا میگرفتم. دوباره خیلی مواظب دستاتون باشین دیگه. من عادت کردم رازی که این آشو خوشمزه میکنه که خودم کشفش کردم. عالی. به این آبگوره هم میزنم، من نداشتم نزدم. روز یه آش خوشمزه هم درست کنیم. بعد آش مخصوص تبریزیاست، فکر کنم این کلم جای دیگه باشه، ولی تو تبریز خیلی تو فصل زمستون و پاییز ازش آش درست میکنن. حالا بریم طرز تهیه به گل آذریا داش کلم آشی، بعد باتون به اشتراک بذارم. فعلا از دلم بریم که با هم اینا رو انجام بدیم. بچه‌ها این آش خیلی خوشمزه است، حتما امتحان کنیم. واقعا آشی است که از قدیم تو این فصلا خیلی مادر بزرگامون مامانامون واسمون درست میکردن، خیلی خوشمزه است. اینجا میگن داش کلم، دیگه نمیدونم تو فارسا میگن کلم گمری چیه، اسمشو نمیدونم، باید بزنیم اینترنت سرچش کنیم. قشنگ پوستشو میکنی، این خیلی مفیده. فقط بزنی اینترنت خاصیت اینو ببینین چیه. اونایی که سنکلیه دارن آب اینو میگیرن، قشنگ میگن دفع میشه سنکلیه. سرشار از کلسیومه. فقط مواظب باشین چون خیلی لیز میخوره، چاقو دستاتونو نبره. پیازم اشکامو در آورد. سراغ رنده پیاز اینو قشنگ خلالی میکنم اینجا. اشکام در اومده. مواظب دستاتون باشید وقتی با رنده کار میکنید، خیلی حواستون جمع باشه. وقتی قدیما بچه بودیم میخواستم ترشی درست کنن از باغ از اینا میگرفتن. دوباره همه منتظر ایناش بودیم که برامون بپزن، برای که زیاد تو دهن احساسش نکنیم. چند تا برش میدیم که کوچکتر بشن. خیلی مواظب دستاتون باشین، خیلی. قشنگ اینا رو من خودشون میکنم. خب از من این تموم شد. زیر گاز روشن میکنم، با روغن تفخش میدم، بعد آب میریزم تا این قشنگ مغز پخت بشه. بعد لپایی که پختم آماده است، مراحل بعدی رو با هم انجام میدیم.
حالا کمی روغن بهش میزنم، روغن مایه. حالی که شدن سندویچ برشده میکنم. نمک رو آخر میزنم چون یکم دیر میپزه این کلم. نمک و اینا رو آخر پس وقتی همه چیز پخته شد بهش میزنم، فقط ورشته میزنم. آب جوش میریزم تا قشنگ درشو میذارم تا بپزه. خب حالا بریم سراغ گوجه فرنگیامون که این باید باش باشه. نه که رب بزنیم بگیم تموم شد. گوجه یکی از مواد اصلی این آشه. خیلی مواظب دستاتون باشین دیگه. من عادت کردم اینجوری با سرعت میکشم. اگه اولتونه یا کلا نکردی خیلی مواظب باش. با یک رنده هم قشنگ گوجه فرنگی رو رنده کنیم. خب حالا ببریم بریزیم تو آش. خب حالا بریم ببینیم این کلم های ما، کلم گنده های ما پخته است. آره ببینید قشنگ مشخصه که پخته است. تو این مراحل گوجه ها رو بریزیم. گوجه ها رو ریختیم. بعد لکه هایی که از قبل پختم رو میریزم توش. این آش خیلی خوشمزه میشه. خیلی حتما امتحان کنید. خب بازم یک پارچه پر آب جوش میریزم توش تا به جوش بیاد. بعدی که جوش اومد سبزیاشو میریزیم. خب آش ما داره به جوش میاد. من چند تا فلفل تند که خودم دوست دارم، البته هممون دوست داریم، میریزم توش. هر کی دوست داشت بپزه توش بخوره. بعد این از اینا. بعد سبزی های این آش تره هست، جعفری و از برگ کرفس هم میتونین استفاده کنین. ما تو تبریز کروز بهش میگیم که واسه ترشی اینا از آبش استفاده میکنن، از اونا به این آش میزنن. نمیدونم دیگه تو فارسی چی میگم، ما بهش میگیم تو زبان ترکی
کدویست که باش ترشی هم میذارن، شاید تو مناطق فارس هم باشه. اینو میذاریم قشنگ با هم بپزن. خب عزیزای من، یه نقطه ای هست میخوام بهت بگم، رازی که این آشو خوشمزه میکنه که خودم کشفش کردم، میخوام با شما هم به اشتراک بذارم. واقعا خوشمزه میکنه این آشو، حتما امتحان کنی، حتما بهش بزنی. 2 تا سبزی هست که واقعا معجزه میکنه واسه این آش، خیلی خوشمزه میکنه. یکی پوره برگ گوجه فرنگیه، یکی هم پوره ساگه سیر، خیلی خوشمزه میکنه. اینم گالا بلانکاست که اگه دوست داشتیم بزنین که اینم خیلی خوشمزه میکنه و نمک کم میریزم چون گالا بلانکا خودش نمک داره. اینا رو حالا قشنگ میریزم به این آش که سلطان خوشمزه کردن این آش این 2 تا سبزی ها هستن. اگه دوست داشتین یک کمی رنگش قرمزتر بشه، یک کمی هم رو بهش بزن. اینم رب زغالیه که خوشمزه میکنه. خب عزیزای دلم، این آش ما قشنگ کاملا آماده شده. اگه دوست داشتین آبگوره هم بهش بزنین که میریزن، ولی من برای خودم نمیزنم. و برای اینکه بخواین یکم لابی تر بشه 2 قاشق آرد سبوس‌دار رو با آب حلش کردم، چون نه برنج داره نه بلغور، به اون خاطر اینو ریختم یکم لابی تر بشه. میذارم 1 رو 20 دقیقه اینا قشنگ بپزه، بعد تمامش کنیم. خب عزیزای من، آش من آماده شد، بریم که بکشیم. بوشک اینجا را برداشته، مشخصه که خیلی آش خوشمزه‌ای هست. حتما درست کنین، مزه‌شو بهم بگین که چجوری شده با این دستوری که تهیه که گفتم. خیلی خوشمزه است. اینم از آشم، برم روشو با نعنا تزیینش کنم. اینم از نعنای خوش رنگمون که تازه چه شود این آش جای همتون خالیه. جا رو برداشته، حتما درست کنید، مزه‌شو بهم بگید. آقا بهرام بفرما. ادی جون بیا. بذار یکم بخورم مزه‌شو ببینم چه شده. عالی. به این آبگوره هم میزنم، من نداشتم نزدم، ولی حتما شما بهش آبگوره هم بزنید، خیلی خوشمزه میشه. مرسی.